سلام و درود به خبر ساعت 6 عصر خوش آمدید. شما بیننده و شنونده برنامه خبری از پایگاه خبری افشا ظاهری نیوز با من شجاع الحق ظاهری. در آغاز سرحد مهمترین اخبار: ترامپ با یک پست فیسبوکی شکست خورد. ناوگان آمریکایی در خلیج فارس منتظر کامنت ماند. پست یک جوان ترامپ و ناو جنگی آمریکا را حیران کرد. ناو هواپیمابری آمریکا قربانی لایک و کامنت ها شد. ترامپ از هوش رفت. اعلامیه جدید کوکو ترامپ: من از این پست بیشتر از انتخابات میترسم. دوستان نهایت عزیز، لطف نموده جزئیات خبر را در قسمت بعدی بیننده باشید. لایک و فالو یادتان نرود. شما را تا نشر قسمت بعدی به الله پاک میگذارم. الله نگهدارتان.